در خبری دیگر، آمریکا و بریتانیا یک شبکه جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان و روزنامه‌نگاران خارج از کشور را تحریم کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده با هماهنگی وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 فرد و یک سازمان از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای باندهای جنایتکار سازمان یافته که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند رو تحریم می‌کنه. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده مقام‌هایی که تحریم شدن اعضای واحد 840 سپاه هستند که در توطئه ترور 2 مجری ایران اینترنشنال شرکت داشتند. آمریکا اعلام کرده این شبکه تحت دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل کرده. این افراد به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر، برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج استفاده می‌شده. وزیر خارجه بریتانیا درباره بسته تحریمی این کشور با آمریکا گفته جمهوری اسلامی و باندهای تبهکار که به نمایندگی از اون فعالیت می‌کنند تهدیدی غیر قابل قبول برای امنیت بریتانیا هستند. همکارم بردیا افشین از لندن با ما همراه میشه و همینطور کامبیز غفوری روزنامه‌نگار که از فنلاند به ما پیوسته. بردیا، پس از گزارشی که منتشر کرد ITV و افشا کرد در حقیقت طرح تروری که برای 2 تن از همکارانمون وجود داشت، فرداد فرزاد و سیما ثابت، حالا این بیانیه وزارت خارجه بریتانیا و همینطور تأکیدی که آمریکا کرده مشخصا اشاره میکنه به طرح ترور این خبرنگاران، کارکنان ایران اینترنشنال و همینطور اشاره میکنه به اینکه چطور میخواد مقابل شبکه ترور جمهوری اسلامی بایسته. یه قدم عقب بریم نیوشا. این 2 تا بیانیه جداگانه است برای یک اقدام مشترک. یه فصل مشترک داره. فصل مشترکش هم اینه که به عقیده دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه به اقدامات مجرمانه از طریق شبکه‌ای از تبهکاران برای اینکه رد کمتری از خودش بگذاره در این اقدامات مجرمانش خارج از کشور. اقداماتی که هر دو دولت عقیده دارن برای سرکوب مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، ولی میخوان ردی از خودشون باقی نگذارن. بنابراین از این شبکه تبهکاران استفاده میکنن و خب اقداماتی از جمله مثلا آدمربایی، کشتن، اقدام به قتل و همینطور حک کردن در واقع اطلاعات این افراد رو در واقع پی میگیرن. ایالات متحده آمریکا اشاره کرده که به اینکه این اقداماتی از اثر استیصال، اقداماتی که در واقع فزاینده بوده، ولی برگردیم به اون اعلامیه وزارت دولت بریتانیا و وزارت امور خارجه بریتانیا. خب همونجوری که تو اشاره کردی مشخصاً به مسئله اشاره کرده که ما رو هم درگیرش میکنه، تهدیداتی که در واقع مقامات جمهوری اسلامی دستور دادن و به کمک ایادی خودشون این شبکه تبهکاران اون رو عملی کردند. در گزارش ITV یادمون نرفته که گزارشی تکان دهنده بود و روایت افشا کرد که اون 2 فرد، سیما ثابت و فرداد فرزاد بودن که در واقع توطئه قتل برای اونها طراحی شده بود. بسیار تکان دهنده بود و با اون افشاگری ها اونها، حالا وزارت امور خارجه این لیست رو تهیه کرده، وزارت امور خارجه بریتانیا، و افرادی درش حضور دارن که در واقع عضو اون واحد سری نیروی قدس سپاه پاسداران، نیروی موسوم به نیروی واحد 840 و همینطور این شبکه تبهکاران. و این بسیار تکان دهنده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه بریتانیا و همینطور در اظهارات وزیر دفاع هم این تاکید شده که این اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه که بر نمیتابنش در واقع اقداماتی است برای تهدید ارزش‌های دموکراتیک در این کشور. و خب ایالات متحده آمریکا هم در اعلامیه جداگانه گفته این اقدامات رو بر نمیتابه. ممنونم از توضیحاتت بردیا. اما آقای غفوری، تلاش برای ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور عمری به اندازه خود جمهوری اسلامی داره، اما به نظر میرسه تلاشی که برای ترور کارکنان ایران اینترنشنال شد و همینطور برای علیه ساختمان ایران اینترنشنال کمی حواس‌ها رو بیشتر به این موضوع جلب کرد و این شبکه رو بیشتر بهشون شناسوند. دقیقا همینطوره. ببینید این اقدام به نظر من اقدامی است بسیار جالب توجه، اما کم از جالب توجه بودنش شروع بکنم. سالها جمهوری اسلامی آدم میکشت در خاک اروپا، خیلی ها رو کشت، لیست خیلی بلنده. شاپور بختیار هست، عبدالرحمن برومند هست، عبدالرحمن قاسملو هست، صادق شرفکندی هست، رضا مظلومان هست، غلام کشاورز هست، فریدون فرخزاد هست. میتونیم حسابی اسم بگیم و حتی کل برنامه رو هم
بگیریم، اما واکنش درخور از طرف دولت‌های اروپایی وجود نداشت. میکونوس هم که برگزار شد، فراموش نکنیم که قوه قضاییه بود، دستگاه قضایی بود در آلمان که به شدت قضیه رو پیگیری کرد. دولت‌ها همش تمایل این رو داشتن که سرپوش روش بگذارن مبادا رابطه‌شون با جمهوری اسلامی خراب نشه. الان این بیانیه جالب توجه به خاطر اینکه حمله به شهروندان ایرانی به خصوص روزنامه‌نگاران همکاران ما، مخصوصا خانم ثابت و آقای فرهزاد، جدی گرفته شده، براش بیانیه مستقیم صادر شده و همچنین یه عده آمدند و در لیست تحریم ها قرار گرفتن. از این منظر جالب توجهه. اما چرا میگم هنوز کمه؟ به خاطر اینکه این باید بازدارندگی هم داشته باشه، یعنی نه زیندشتی، نه افراد دیگری که از سپاه قدس توی لیست تحریم ها هستن. احتمالا این تحریم ها اثر مستقیمی براشون نداره، اثر اعتباری شاید علیه جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی ممکنه که این باند رو چندان تضعیف نکنه. اروپایی ها، حتی همین بریتانیا ها، در موارد مشابه، برای مثال حمله به سرگئی اسکریپال که روس‌ها درش دخیل بودند، بلافاصله 23 دیپلمات روسیه رو اخراج کرد، آمد و احکام تعقیب صادر کرد برای کسانی که شناسایی کرده بود. از روسیه خواست که اونها رو پس بده. میدونیم که روسیه این کارو نمی‌کرد در هر صورت، ولی این تلاش ها رو کرد. بنابراین هنوز یک قدم دیگر به نظر من جا داره برای جدی‌تر گرفته شدن این قضیه و برای اینکه بازدارندگی داشته باشه، هشداری باشه به جمهوری اسلامی. احتمالاً این هشدار از مجاری دیپلماتیک داده شده قبلا، اما باید به صراحت به رسانه ها هم کشیده میشد. با این حال همونطور که گفتم اقدام به نظر من خوبی است، به خاطر اینکه خیلی تفاوت کرده سیاست دولت‌های غربی نسبت به 10 سال پیش، 20 سال پیش. آقای غفوری، این که همراهی دو دولت رو هم در این مورد می‌بینیم نکته جالب توجه. اینم بگم که دقایقی پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده ناجی شریفی زیندشتی که شهروند ایرانی و 2 شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب به طرح یک قتل بودن که قصد داشتن 2 نفر که ساکن ایالت مریلند بودن از ایالت‌های همجوار واشنگتن دی سی متهم بودن. این همراهی، این که موارد رو در کنار هم گذاشتن این دو دولت، این رو چطور می‌بینید؟ بسیار جدی است، به خاطر اینکه اولا در هر دو قاره، این ترانس آتلانتیک، دو سوی اقیانوس اطلس، جمهوری اسلامی سعی کرده که مخالفانشون رو بکشه. ببینید در خود قاره آمریکای شمالی، در بخش آمریکای شمالی، در آمریکا می‌خواستند در ایالات متحده آدم بکشند از یک گنگ موتورسوار کانادایی که در خود کانادا هم تحت تعقیب بود، یک فردی که به خاطر قاچاق اسلحه و مواد مخدر در 3 کشور یونان، ایالات متحده و کانادا دنبالش می‌گشتن، از اون استفاده کردن. یعنی ابعاد داره خیلی وسیع‌تر از یک کشور میره، از بریتانیا فراتره، از ایالات متحده فراتره. در خود اروپا هم من گمان می‌کنم که در روزهای آینده اتحادیه اروپا هم بپیونده به همچین اقدام‌هایی. میدونیم که سیستم بوروکراتیک اتحادیه اروپا خیلی خیلی کنده، 28 کشور باید بیان و رأی بدن، اما این تمایل بین اروپایی‌ها هم هست که چون این کار مشابه رو بکنن. در حال مشورت هستم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، و همکارم بردی افشین از لندن. از هر دوی شما سپاسگزارم آقای